در ازبکستان قانون نوی کنستیتوسیونی قبول شد که صلاحیت‌های دستگاه پرزیدنت این کشور را که دختر پرزیدنت سعیده میرزیویوا در صدر آن قرار دارد تقویت می‌دهد. قانون درباره دستگاه پرزیدنت ازبکستان را 10 روز بعد تصویب در پارلمان روز 14 август президент Шавкат Мирзиёев имзо кард. Қабули шитобкорона мавриди танқиди зиёда шудааст. Алишер Илҳомов раҳбари созмони Central Asia Due Diligence дар Лондон ки ба таҳқиқи масоили Осиёи марказӣ машғул аст, дар як суҳбате пеш аз ин барнома дар бораи нукоти мавриди нигарониаш дар робита бо қабули ин қонунро шарҳ дод. Страны, то есть одна тема это اینجا دو مسئله است. مسئله مرکزی این تمرکز قدرت در دست سعیده میرزیویوا است و این نه تنها به موضوع کادرها بستگی دارد بلکه به اینکه او رهبر و هماهنگسازی ساختارهای قدرتی می شود، چون که او در برابر رهبری دستگاه ریاست جمهوری معاون رئیس شورای امنیت شد. همه ساختارهای قدرتی تابع شورای امنیت هستند. او با این رو از نظر قدرت و نظارت ساختارهای حفظ قانون به پرزیدنت نزدیکتر شد. او میتواند ساختارهای امنیت، حفظ قانون و ارتش را نظارت کند. و چیزی دوم این است که اکنون تکیه به ساختارهای قدرتی بیشتر می شود و این چیز در قانون هم نوشته شد. البته او باید همه مسئله ها را با پرزیدنت هماهنگ کند، ولی تا حال هیچ اختلاف میان او و پرزیدنت مشاهده نشده است. مسئله دیگر این که او و اعضای تیمش در برابر قانون و ساختارهای تفتیشاتی مصنوعیت پیدا می کنند. یعنی اگر او و کارمندانش جنایت صادر کردند، دادگاه نمی تواند آنها را به جوابگری کشد. Даже если, в общем-то, кто-то из этих членов этой ее команды совершил какое-то правонарушение, там какое-то преступление. در قلمرو شوروی پیشین نمونه‌های از پدر به پسر واگذار شدن قدرت مثل آذربایجان و ترکمنستان وجود دارد. تا کجا در ازبکستان جامعه میتواند دختر پرزیدنت یعنی یک زن را به رهبری آینده این کشور بپذیرد؟ این بود سوال دوم من. Ну, сейчас так вопрос не стоит, ребром. حالا مسئله انتقال قدرت مطرح نیست. قانونی که قبول شده است تنها آمادگی به دورنمای انتقال قدرت می باشد. احتمال است که به نزدیکی چنین شود. پرزیدنت ازبکستان سلامت به نظر می رسد و فعال است. آنها یک تکیهگاه برای روزی مبادا ایجاد می کنند که در صورت روی دادن حادثه به کار می آید. میرزیویف در فرصت نزدیک از وظیفه رفتنی نیست. شاید هم تمام عمر بخواهد در این کرسی بماند. شاید هم یک زمانی او بخواهد مثل قربانگلی بردی محمدوف کرسی را داده ولی عملا رهبری اساسی دولت باقی ماند. در مثال قزاقستان هم نظربایف میخواست از وظیفه کنار رفته ولی در عمل نظارت قدرت را حفظ کند ولی نشد. میرزیویف از این چیز رموز گرفت و دید که خطرناک است. در تاجیکستان هم پرزیدنت از تجربه ناکام نظربایف و هم از مثال ازبکستان برای خود خلاصه‌های برآورده است. در مسئله اینکه تا کجا در ازبکستان محافظه‌کار آماده هستند یک زن را به حیث رهبر بپذیرند، به فکرم اینجا یک کمی واهمه هم میکنند. اول اینکه جامعه چیزی را حل نمیکند. دیگر اینکه برای نظارت کشور مرد بودن شرط نیست. اگر سعیده از عهده نظارت ساختارهای قدرتی برآمد، یعنی او توان نظارت بر کشور را هم دارد. алишер Илҳомов раҳбари созмони Central Asia Due Diligence дар Лондон ки ба таҳқиқи масоили Осиёи марказӣ машғул аст, қонуни нави Узбекистонро шарҳ медод ки салоҳиятҳои духтари раиси ҷумҳур Шавкат Мирзиёевро бештар мекунад.